سلام و عرض ادب و احترام خدمت کلیه دوستان حقوقی که ما رو دنبال میکنن. امیدوارم هر جای ایران که هستین سربلند و پیروز و موفق باشین. امروز در خدمت شما هستیم با بررسی مبحثی به نام شرط نتیجه و شرط فعل که در حقوق مدنی 3 بسیار باهاش سر و کار داریم. بسیار مبحث حائز اهمیتیه، هم توی آزمون هایی که برگزار میشه، هم به امید خدا در آینده کاری وکالت در مبحث شیرین قرارداد نویسی. پس لطفاً ما رو تا آخر این ویدیو همراهی کنید. همونطور که خدمتتون عرض شدم، یکی از مهمترین مباحثی که در حقوق مدنی 3 ما باهاش در ارتباط هستیم به وفور همین مبحث شرط نتیجه و شرط فعله. مهمترین مسئله که تو تست های آزمونی ما باهاش سر و کار داریم این هستش که ما از یک سری نشونه ها میتونیم این دو رو از همدیگه تمیز بدیم. اما وقتی تو سر جلسه آزمون که قرار میگیریم، خب استرس ممکن هستش بهمون غالب بشه و 1001 عوامل دیگه که ممکن هستش رو کارکرد ذهن ما تاثیر بذاره. ممکنه تمام دیتاهای ذهنمون در لحظه دیلیت بشه. پس من میخوام که این دوتا شرط رو تا جای ممکن بیارم فشرده کنم و به زبان ساده این رو به شما عزیزان که توی شناخت این دو شرط تو تست ها مشکل دارین آموزش بدم. برای رسیدن به این مرحله من اول یک سری توضیحاتی رو درباره عمل حقوقی به شما عزیزان ارائه میکنم. پس بریم که در ادامه داشته باشیم تعریف عمل حقوقی. ببینید عزیزان، عمل حقوقی در واقع یک رفتار هستش. رفتاری است که به صورت ارادی و به طور آگاهانه انجام میشه. حالا این رفتار ممکن هستش به صورت فعل باشه، ممکن هستش به صورت ترک فعل باشه. هیچ محدودیتی توی این زمینه نداره. اما نکته حائز اهمیت توی این مبحث اینجاست که اشخاص عمل حقوقی رو انجام میدن تا به یک اثر حقوقی برسن، تا یک نتیجه حقوقی رو به وجود بیارن. پس در اعمال حقوقی ما قصد ایجاد نتیجه حقوقی رو داریم و این قصد ایجاد نتیجه حقوقی، این قصد ایجاد اثر حقوقی جایی است، نقطه‌ای است که موجب تمایز عمل حقوقی از واقعه حقوقی میشه. ما در وقایع حقوقی اشخاص هیچ قصدی برای اون نتیجه ندارن. حالا ما تا اینجای قضیه خوندیم که عمل حقوقی با اراده به صورت آگاهانه انجام میشه. گاهی اوقات این عمل حقوقی ناشی از یک اراده هستش که در این صورت بهش گفته میشه ایقاع و گاهی اوقات بر اثر دو اراده یا بیشتر به وجود میاد که در اینجور مواقع عقد رو به وجود میاره. پس تا اینجا ما عمل حقوقی رو با هم بررسی کردیم، تفاوتش با وقایع حقوقی رو توضیح دادیم، رسیدیم به ایقاع و عقد و حالا میتونیم بریم سر موضوع اصلیمون که چی بود؟ شرط نتیجه و شرط فعل. من اول شرط نتیجه رو برای شما عزیزان توضیح میدم. اصلا شرط نتیجه موضوعش چیه؟ شرط نتیجه موضوعش فقط ایجاد یک عقد یا ایقاع هستش. که اثر خودش رو بار میکنه بر روی قرارداد.
بلا فاصله، یعنی همزمان با انجام عقد اصلی شرط نتیجه هم انجام میشه. آیا در شرط نتیجه ما الزام داریم؟ خیر. چرا؟ چون از همون اول همزمان با عقد اصلی انجام شده رفته. پس چیزی که انجام شده، چیزی که اثر خودش رو گذاشته، دیگه الزام کردنش معنایی نداره، چون تخلفی از اون متصور نیست، چون دیگه تخلفی صورت نمیگیره. حالا میگیم مثال بزنیم. به طور مثال من ماشینم رو به شما میفروشم به قیمت 80 میلیون تومان. در ضمن عقد شرط میکنم به شرطی که طلب شما از فرزندم ابرا شود. خب این ابرا چی هستش؟ ایقاعه. ماده 289 قانون مدنی در رابطه با تعریف ابرا میگه که دائن با اختیار از دین خود صرف نظر کند. به زبان ساده طلبش رو ببخشه. یعنی من تو این عقد بیع، در بیع خودرو، من ماشینم رو به شما فروختم 80 میلیون و شرط میکنم که شما طلبت از فرزندم ابرا شده. نتیجهش چیه؟ ابرای طلب. نتیجهش چیه؟ در ضمن عقد بیع شما طلبت رو بخشیدی. پس این میشه نتیجه یک عقد، نتیجه یک عمل حقوقی که در ضمن عقد شرط شده. حالا یه مثال دیگه میزنم. میگم که من مغازم رو به مدت 2 سال به شما اجاره میدم به شرطی که مالکیت خانه‌ات را به برادرم منتقل کنی. اینجا عقد اجاره است. خب اما شرطی که در ضمن عقد اجاره شده چی هستش؟ انتقال مالکیت. انتقال مالکیت در کدوم عقد هستش؟ در عقد بیع. پس این انتقال مالکیت که نتیجه عقد بیع هستش ضمن عقد اصلی من با شما که یک عقد اجاره است شرط شده و به مجرد اینکه این قرارداد امضا بشه، عقد اجاره رو ببندیم، مالکیت خونه شما هم به برادر من منتقل شده. به خاطر همینه که میگم دیگه تخلف از این شرط نتیجه متصور نیست، پس دیگه الزام در اون معنایی نداره. خب حالا اگه موافق باشین بریم سراغ بررسی شرط فعل. شرط فعل موضوعش چیه؟ شرط فعل مهمترین موضوعش تعهده. حالا این تعهد میتواند تعهد به انجام یک فعل باشد، تعهد به انجام یک ترک فعل باشد و یا تعهد به انعقاد یک عقد در آینده باشه. چه زمانی به وجود میاد؟ ما خوندیم که شرط نتیجه بلا فاصله بار میشد بر اون عقد اصلی. شرط فعل بعد از وقوع عقد اصلی تعهد به عقد ایجاد می شود، نه خود آن عقد. این یعنی چی؟ یعنی ما عقد اصلی رو بین هم منعقد می کنیم و طرف متعهد که شرط فعل بر او بار میشه تعهد به شرط فعل داده، در واقع تعهد به عقد میده در آینده. پس عقد همون زمان، اون شرط فعل همون زمان
بر عقد اصلی ما بار نمیشه، برخلاف شرط نتیجه که همزمان با انجام عقد اصلی صورت میگرفت و این باعث میشه که ما در شرط فعل الزام داشته باشیم. یعنی اگر قرارداد اصلی رو منعقد کردیم، طرف متعهد خلف وعده کرد، شرط فعلش رو انجام نداد، ما میتونیم اون رو الزام به شرط فعل کنیم. مثال بزنم، مثلا همون مثال اولی که برای شرط نتیجه زدم فروش ماشین بود، بیایم شرط فعلش کنیم، ببینیم شرط فعلش چجوری میشه. مثلا من ماشینمو به شما میفروشم به قیمت 80 میلیون تومان به شرطی که شما خانه‌ات را به همسرم بفروشی. کی بفروشی؟ در آینده. پس من ماشینمو الان به نام شما میزنم، قرارداد بیع اونو امضا میکنم، شما هم در مقابل تعهد دادی که آقا خونه‌تو به همسر من چیکار کنی؟ بفروشی. دیگه اینجا مستقیما نتیجه فروش، یعنی اون انتقال مالکیت خونه ضمن عقد اصلی نیومد، نتیجه نیومد، تعهد به انعقاد یک عقد بیع خونه در قرارداد اومد. حالا میخوایم ببینیم که شرط فعل و شرط نتیجه رو توی تست چجوری تشخیص بدیم. پس اینجا تیتر می نویسم شناسایی شرط نتیجه و شرط فعل در تست ها. شرط نتیجه زمان فعل رو اگر شما دقت بکنین، زمان فعل زمان حال هستش. خب و همین الان وقوع می‌یابد. همونطور که ما در ماده 236 قانون مدنی داریم که شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد، آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود. به نفس اشتراط یعنی چی؟ یعنی به محض اینکه شرط بشه در قرارداد حاصل شده، به محض اینکه شرط بشه که انتقال مالکیت صورت بگیره انجام شده. خب به عبارتی شرط نتیجه نتیجه یک عمل حقوقی در ضمن عقد اصلی شرط شود. خلاصه ترین تعریف از شرط نتیجه همین بود. نتیجه یک عمل حقوقی. حالا عمل حقوقی رو تعریف کردیم. در ابتدا گفتیم عمل حقوقی ایقاع یا عقد هستش. نتیجه ایقاع میتونه باشه، نتیجه یک عقد میتونه به صورت شرط نتیجه ضمن عقد اصلی انجام بشه. شرط فعل رو ما چطور از هم دیگه تشخیص بدیم از شرط نتیجه؟ شرط فعل هر جا در تست ها شما واژه تعهد، هر جا واژه تعهد رو دیدین شک نکنید که اون شرط فعل هستش. و در رابطه با زمان فعل توی شرط فعل هم زمان فعل مستقبله. زمان فعل برای آینده است. شما تعهد میدین که یک رفتاری رو، یک فعلی رو، یک ترک فعلی رو، یک انعقاد عقدی رو در آینده انجام بدین. این تعهد است که در ضمن عقد اصلی بار میشه. امیدواریم که توضیحاتمون براتون مفید بوده باشه. دیگه در تشخیص این دو شرط
مشکلی نداشته باشین. ممنون که ما رو تا اینجا همراهی کردین. نظرات خودتون رو میتونین کامنت کنین یا از طریق کانال تلگرام با ما همراه باشین. تا آموزش بعدی، خدا یار و نگهدار شما عزیزان.